جای شما خالی. باید بگم که یه مرغ خوشمزه داریم که هم سوخاری شده هم کاملا مغز پخت و آب داره. بچه روی مرغم با چاقو اینجوری حفره ایجاد کردم. ادویه هامو داخل یک کاسه ریختم و آب لیمو هم اضافه کردم. هر ادویه که دوست دارید میتونید استفاده کنید. حالا من ادویه ها رو داخل کپشرم نوشتم. روغنم اضافه کردم. اینا رو با هم دیگه ترکیب کردم. حالا نوبت سس بالزامیکه. گفتم حالا هر چی دوست دارید میتونید استفاده کنید. من اینا رو ترجیح دادم چون خیلی خوشمزه‌اش کرد. همه جای مرغمو با همین ادویه ها پوشوندم. دو تا پیاز بزرگ و خلالی کردم، زیر مرغا گذاشتم و روشم از پیازهای خلالی پر کردم. داخل مرغم از پیازهای خلالی پر کردم. روشو پوشوندم و